شب 7 دکامبر سال 2023 تقریبا ساعت 9:30 دقیقه یک آشخانه واقع در نزد روی زیر زمینی پدزمکه بزرگ سخاوت آتش گرفته است. این سوختار را الکی خاموش کردند. مقامات در پی معاین کردن سببهای آن و حجم ضرر رسانده شده می باشند. در ثبت ویدیو از جای حادثه که از یک ماشین رهگذر ثبت شده است دیده می شود یک آشخانه یک قبطه واقع در سر چهارراه سخاوت در گرفته است و از داخل آن آتش به آسمان بلند می شود. تفصیلات دیگر حادثه هنوز دسترس نیست. صاحبان آشخانه در گرفته و دیگر مقامات مسئول حادثه را هنوز شرح ندادند، ولی این حادثه در حال رخ داد که در تاجیکستان هوای روزهای آخر سرد شده است و خطر سوختار به این دلیل خیلی زیاد شده است. مسئولان از ساکنان و صاحبکاران خواهش میکنند که قاعده های بی‌خطری ضد سوختار را قطعاً رعایت کنند. در صورت سر زدن سوختار از همه خواسته شده است که با رقم 101 زنگ زنند. این یگانه حادثه سوختار در آشخانه و طربخانه های تاجیکستان در سال جاری نیست. امسال به حساب عمومی بیش از 10 آشخانه و طربخانه به کام آتش رفتند. به نام اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نیمه اول سال 2023 در جمهوری 581 حادثه سوختار ثبت شده است که این نظر به 476 سوختار نیمه اول سال قبلی 106 سوختار بیشتر است. امسال در نتیجه حادثه های ناخوش سوختار در تاجیکستان 18 نفر از جمله 9 نابالغ جان باخته به مالکیت دولت و شخصی شهروندان به مبلغ 9,376,000 سامانی ضرر مالی رسیده است. سال گذشته چند تعداد حادثه های سوختار کمتر بود ولی ضرر رسانده شده خیلی بیشتر 14,484,000 سامانی برآورد شده بود.